کم دست ما تنگ شدید برده که ببخشید. سلام علیکم. نباشین. بخیر باشین. سلامت باشین. و علیکم السلام. زنده نباشین. جانجوره. اشتنیم جانجوره. شکر زنده باشین. سلامت باشین. ما میام بریم رو به درس را شما. درس را ما؟ بله. خیریت. نه ما گفتم ما دیگه به خیر خوشی نه پیشین ساعتا 3-4 بجا انا میایم مزایم شما میشه من گفتین سعی کنه که بلکه من گل مگر ما حتما گل بیاریم بالاخره دیگه کلاک بکنیم فاتح کنیم دیگه. میایم سراما. بله. خدا به خود هر چی نصیب باشه گلک جو. دیگه هر چی نصیب باشه. خاطر در دفعه بیامدین دیگه بگفتیم من چون به تا قلم و کمک اسودی بخیلی میکردم من به مو خاطر انا چیزه دیگه ما به خیر خوشی انا شما چیزه انا با مادر خوب بگیم. ما امی تو برون در سلا شما بگم اگه شما میرین دیگه من نرم یک ذره سرگردون نشم. نه دیگه نرو. من میرم با اینم برای اینا میگم مشکل نداره برین شما بسرا خوب و هر دم میادیم ما به خدمت شما هستیم. خوبه. صحیح. 3 بجه الا تا 4 بجه. مشکل نداره پناه به خدا. قسمت رفته باشه که میشه. خوبه. چیزی گفته نمیتونیم. باشه کار نداری. خیر ببینیم برو. زنده باشین. خداحافظ. استیک من برم پس به سرا برو نگیر الله بیا. السلام علیکم. و علیکم. جشتنی خیلی سلامتی. چی گفته؟ خانواده اینا خوبن؟ خیریته. شما خوبه؟ شکر الحمدلله. همه شکر خوبن. طرف شما خیریته؟ لا شکر خیریتیه. خوب چی خبرای؟ خیریتی. یار خواستی؟ شکر نام خدا این سال خوب سالیه. خوب سالیه. خوب بارندگی کرد. الله. امروز بعد از چاش با میمون میایه. خیریت باشه. بله خیریتیه. مدام رای کردن گفتم برو به دومات خواهم بگو که دادی تو رو داره بیاره میشه با مردکای نام بیایه. همین گلاک نام از غله. گلاک نازو غله. خوب. به کار خیر میرم خسرونی. ایتا بگو. خوب. بجام برخ و گیپاک. خوب بفهم. بله گفتم شما مثلا مجلس باشه میشه مردکای نام بیایه با ما هستیم اونجا شما باشین بیتره. خوب باشه چشم. بیاین که وجود شما نرسه. دیگه مجبورین شما خواهر خانم زادار کنید چی فرق میکنه دیپک باشه چی فرق میکنه هر کس باشه من تا هم مجبوری امروز صبح در خونه امورم واکن 100% با دادیم هم قد گیپاکه خوبه باشه برید بیایم ما شما خبر بدادن که بعد چاش دیر نکنیم سیه خوبه شما جلوتر بیاین که بعد خوبه باشه ما بقید حالا میرم به خونه میرم در تو رام میدارم میایم پناه به خدا ولکم ببینیم ولکم چی میشه خوبه باشه چش خوب کار نداریم سلامتی تو زنده باشی آقا خداحافظ خداحافظ شما کاش که یه مسکینم در خونه گاه که باشه دیپاکم بچه خوبه چری خاله جا بخاطر که بابا چی میگفتین زن پیدا نمیشه از او قلم رفتم پیدا نکردم پیدا شد علی بالا خیلی تبریک باشه خاله کار بالون میده درزن گیرم
گله فقط امیدی بشی دیرزه که دل انسایا بتر که کسی که بخیره در دل در کس صدا کنه بشی دیرزه که من چکه درم بچه دیرزه نه گیپا خوری الده گیپا گلاب بگذار نه بستونی گلاب بستونی نه یک رقص بکن گیپا گلاب ورده که چیشا تو منم شو گیپا کجی یک ربعی بگو بگو چی ساوا کن ربعی میگم ربعی شاهزاده پسر عجب و نرمندی تو از پشت پدر یگانه فرزندی تو روزی که لباس سبز بر تن کردی شایسته به درگاه خداوندی تو شاکام زبانی که تو داری حرکات دنبه در باگل رخسار محمد صلوات چه داری خیلی دیگه خوشحالی برار چه بردار شو مبارک بشه دل دشمنار بتر خونو اشتار چون کشه دل دشمنار بتر این پاک بیچاره نم کسی مرغ مردر ولی اون نمیگه باز خوب شد رنگ بده برو من کار کن برو تم گفت موف میزنی نه خالی جون دروغ نمیگو بریم نه بریم همین رقصیده برو نه که از دشمنا ببینن دل بتر که دیره زنم برو گل برده بلگ گل برده از خانه بی بی ارو شیرین گل برده بیا برویم از این ولایت ما و تو گل برده بلگ گل برده گل گل اول دیوم چکار بشده که ما سود و مسخت اسودا بگیره ما با کی به شما اسودی کردم اشتا اسودی نکردی تو اسود نی دامه که بیامدم با خسروندی چه نفت لیست خوارزاده تو با این بچه ما بدم تو خیال کنی به من پیدا نمیشه کوکورزنی اقلی بالا سونو راست میگه براست همیتون اما خدا دختری مقبول 5 خوارزادی از خیلی مقبول تره بچه ما بدم 25 پنجه دیگه درسته 25 پنجه اونه ای تا میگم ای خان این دیگه اندازی قیافه تو گردن همه بند باشه بروی خان اسک تو چاب میکنه عین او خود تو درسته؟ نه ما خدا میده عراس خدا با ما داد که چی بکن بره چند مرتکه گفتن چون دختر اگه همقدر ترزی بیدن مثل خوارزادی تو مرتکه بیچاره گفته که 20,000 تا خونی خودم تیار کنی 20,000 روپیه هم شما 1,20,000 نه 1,20,000 بچیم الان یعنی سرکلی می خانواده 1,20,000 چی که از این 20,000 افغانی هسته سکو که رمضان اشته بخیلی نه باشه که یک چیز هم بسی بگم که سخت بگیره سخت بخیلا بگیره یک ربعی یا الله عروس و دامادمون تو که استاده این پیرشیم پکیزه تر از نقره و شیر شیم خورشید بیا ما جان را بگیریم مانند خورشید جانگیر شیم شاکام زبانه که تو در حرکات دم به دم بر گلی بی عیبی محمد صلوات خدا دست چه چرا بگید یا چرا یعنی
هست که چی میگه؟ یعنی که تو ساختم که اختمیدو پای من اینا چشمایی رو نمیشه اینا این خانواده تقاضا داره که با خودی از اینا خیشی کنه چیزا کوت ننگه سگه که اینا چکار میکنم خدا میدونه ایشتی چیزی پیدا کردن که اگیپک برتر اگیپک بدتر خونموندی میده که به گیپک دادم میگه 25-50 هنر داره من 10-50 هنر رو بدیدم 25-50 هنر رو تا حال ندیدم خدا کنه میتی چیزی که شما میگین باشه